سلام داشت خسته نباشی. چاکرتم داشت. یه لحظه صبر نترس، صاف تو چشای مشتری نگاه کن، قیمت تو بده. داشت پافر در دو طرف فقط 990 داشت یه دقیقه میای بیرون. یه لحظه صبر کن. همیشه موقع قیمت دادن پشت میز یا کانترت باش. یه لحظه با من میام. میز داشت کار یه من دقیقه اینجا. وایسا من کارت دارم داشت. داداش پافر در دو طرف فقط 990 داشت من تومن. کارت دارم یه دقیقه. یه لحظه صبر کن. هیچ وقت ایستاده قیمت نده. بشین. یه لحظه صبر کن من بشینم. تو وایسا. داداش پافر در دو طرف فقط 990 داشت یه دقیقه وایسا من یه هم لحظه صبر کن. قبل از اینکه قیمت تو بدی یه توضیح کوچولو در مورد کارهایی که براش انجام دادی بهش بده. داداش اینجا مدیلنده. همه کارهای ما ضمانته. یعنی اگه شما ما خرید کنید بعد ببرید دوباره برگردونی ما ازتون تحویل نمیگیریم. داشت یه دقیقه وایسا اصلا من نمیخوام. یه لحظه صبر کن داداش. جملات تعارفی مثل قابل تو نداره استفاده نکن. داداش کارت تو در بیار. داشت کارت داره چی؟ ببین من یه دونه تعارف الکی میزنم بعد تو سری کارت تو به من بده. اوکیه؟ قابل تو نداره داداش. داشت چرا کارتمو میگیری؟ یه لحظه صبر کن. حالا شکم تو صفر کن، بین کلماتت نفس نکش، باد تو گلوت بنداز، قیمت تو صاف تو چشای مشتری بگو. کم صفر نفس سرون چش تو چش مشتری. داداش پافر در دو طرف فقط 990 تومن. داشت برو گم شو. من می‌خواستم بیام بهت بگم این دوچرخه که من جلو در مغازت پارک کردم مشکلی نره.